اینجا میخوایم بمیم دو عدد یا بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد رو پیدا بکنیم. شمارنده های یک عدد یعنی اعدادی که در همدیگه ضرب بشن اون عدد رو به دست بیاریم. یک روشمون، روش اول، با استفاده از نوشتن شمارنده های دو عدده. یعنی چی؟ به عنوان مثال من میخوام شمارنده مشترک عدد 18 و 24 رو به دست بیارم. این که داخل پرانتز میذاریم یعنی میخوایم بمیمیمشون رو به دست بیاریم. خب برای عدد 18 من میام شمارنده هاشو مینویسم. 1 18 تا 18 تا، 2 9 تا 18 تا، 3 6 تا 18 تا. و اما برای عدد 24 1 24 تا 24 تا، 2 تا 12 تا 24 تا، 3 8 تا 24 تا و 4 6 تا 24 تا. حالا میام اونهایی که مشترکن رو برای هم می نویسم. 1 مشترکه، 2 مشترکه، 3 مشترکه و 6. خب توی این شمارنده های مشترک اونی که از همه بزرگتره عدد 6. پس 6 میشه شمارنده مشترک 18 و 24. اما روش دوم تقسیم کردن دو عدد هستش. یعنی چی؟ من میام 24 رو تقسیم بر 18 میکنم. میشه 1 18 تا 18 تا 6. باقی ماندهش شده 6. این تقسیم کردن رو تا جایی ادامه میدم که باقی مانده 0 بشه. خب من الان میام 18 رو مقسوم الک رو به باقی مانده تقسیم میکنم. 3 6 تا 18 تا از هم کم بکنیم میشه 0. ببینید باقی مانده شده 0. پس 6 بمیمیم دو عدده. بمیمیم. این مقسوم الک میشه بمیمیمشون. اما روش سوم نوشتن شمارنده های اول دو عدد. خب نوشتن شمارنده های اول دو عدد با استفاده از نمودار درختیه. یعنی چی؟ من میام 18 رو نمودار درختیش رو می نویسم. 3 6 تا 18 تا، 3 که عدد اوله، 6 میشه 2 3 تا. ببینید رسیدیم به اعداد اول. 2 3 هر دو اولن. پس 18 میشه 2 ضرب در 3 ضرب در 3. خب الان شمارنده عدد 24 رو می نویسیم. میشه 4 6 تا. این که تو اولین گام کدوم دوتا شمارنده رو بنویسیم اصلا مهم نیست. هر کدوم که خودمون مایل بودیم می نویسیم. 4 میشه 2 2 تا و 6 هم میشه 2 3 تا. ببینید رسیدیم به شمارنده های اول. پس 24 میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 3. 2 2. در این صورت بمیمیم میشه شمارنده های مشترک با کمترین تکرار. یعنی چی؟ الان توی بین 18 و 24 کدوم شمارنده ها مشترکن؟ 2 و 3 مشترکن. 2 کمترین تکرار تو 18 یه تکرار داره، تو 24 3 تا. پس من همون یه تکرار رو در نظر میگیرم که از همه کمتره. 3 تو 18 3 بار تکرار شده، تو 24 1 بار. پس من 3 رو هم با 1 بار تکرار میگیرم. در هم ضرب میکنم میشه 6. پس به میم دو عدد 18 و 24 میشه عدد. به عنوان مثال بعد میخوایم بزرگترین شمارنده مشترک عدد 90 و 120 رو با سه روشی که گفتیم به دست بیاریم. خب اول میایم شمارنده های عدد 90 رو می نویسیم. 1 و 90، 2 و 45، 3 و 30، 5
5 و 18 6 و 15 9 و 10. حالا شمارنده های عدد 120 رو هم می نویسم. 1 و 120 2 و 60 3 و 40 4 و 30 5 و 24 6 و 20 8 و 15 و 10 و 12. خب اینا شمارنده های عدد 90 و 120 هستن. خب بین این دوتا عدد اونایی که مشترکن رو پیدا میکنیم. 1 2 3 5 6 10 15 و 30. اینا میشن شمارنده های مشترک دو عدد 90 و 120. خب با این حساب بمیمیمشون میشه چند؟ 30. بزرگترینشون میشه عدد 30. خیلی خوب. روش دوم چی بود؟ 120 تقسیم بر 90. میایم با تقسیمات متوالی این کار انجام میدیم. 1 90 تا 90 تا از هم کم میکنیم میشه 30. حالا 90 رو تقسیم بر 30 میکنم. 90 تا میشه 3. پس 30 به میم دو عدد. و اما روش سوم نوشتن شمارنده های اول دو عدد. 120 میشه 8 15 تا 120 تا 8 میشه 4 دوتا و 2 دوتا 15 هم میشه 3 5 تا. پس 120 میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 5. نود میشه 3 30 تا 3 10 تا و 2 5 تا. پس میشه 2 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 5. خب الان گفتیم شمارنده های اولی که مشترک هستن رو با کمترین تکرار می نویسیم. اونایی که مشترکن کدومن؟ 2 3 و 5. کمترین تکراری که داریم این برای 123 تاست، برای 90 2 تا. پس 2 با یک بار تکرار، 3 برای 120 یه بار تکرار شد، برای 90 2 بار پس یه بار تکرار، 5 هم که تو هر دو عدد یه بار تکرار شد. میشه عدد 30. همونطور که انتظار داشتیم عدد 30 بده. به عنوان مثال بعد میخوایم شمارنده های مشترک 8 و 35 رو بنویسیم و بزرگترین شمارنده‌اش رو به دست بیاریم. 8 میشه 1 هشتا و 2 4 تا. 35 میشه 1 35 تا و 7 5 تا. همونطور که میبینیم شمارنده مشترک دو عدد فقط عدد 1. حالا اگر با تقسیمات متوالی هم بریم 35 تقسیم بر 8 میشه 4 هشتا 32 تا. دوباره 8 رو تقسیم بر 3 میکنم و در نهایت 3 رو تقسیم بر 2 که همچنان باقی مانده 0 نشد و همینطور ادامه میدیم. حالا 2 تقسیم بر 1 باقی مانده 0 میشه. پس 1 به میم دو عدد ماست. ما به اعدادی که به میمشون 1 باشه میگیم این دو عدد نسبت به هم اول هستن. ببینید دو عدد 8 و 35 هیچ کدومشون اول نیستن، اما به میم 8 و 35 شده 1. ما میگیم این دو عدد نسبت به هم اول هستن. البته توجه میکنیم که تمام اعداد اول مثلا 5 و 7 همه اعداد اول نسبت به هم دیگه اول هستن، مثل 13 و 23 هر دو عدد اولن. این دو عدد اول هم نسبت به هم. نکته بعدی که باید خدمتتون بگم اینه که اگه ما دو تا عددی داشته باشیم مثل 8 و 24 که یک عدد به عدد دیگه بخش پذیر باشه، اون وقت به میمشون میشه عدد کوچیک‌تر. چرا؟
چون میگیم اگر شمارنده های 8 رو بنویسیم میشه 1 و 8، 2 و 4. برای 24 رو بنویسیم میشه 1 24 تا، 2 12 تا، 3 8 تا و 4 6 تا. مشترک ها میشن 1 و 2 و 4 و 8. اون وقت بزرگترینشون میشه 8. پس اگر دو عدد یکی بر دیگری بخش پذیر باشد، بزرگترین شمارندهشون میشه عدد کوچکتر، مثل 13 و 26. به میمیمشون میشه 13. مثل 15 و 30 به میمیمشون میشه 15، چون 30 به 15 بخش پذیره.